چند رنگ منجوق. اول حالا مرکز کار و هر رنگی که میخوای، من از قهوه استفاده کردم. متریال رنگبندی رنگ دست خودتونه، ولی خب 5 رنگ منجوق میخواین، نخ نامرئی میخواین و سوزن منجوق دوزی. در ابتدا 16 تا منجوق رو به نخ کنید. بچه‌ها بیارید انتهای کارتون، دو سر کار رو به هم دیگه گره بزنید که یه حلقه منجوقی بهتون بده. خب بچه‌ها بعد از اینکه حلقه منجوقیتون رو درست کردیم، ببینید بچه‌ها این نخ کوچیک رو تو دستتون نگه، چون الان یه نخ کوچیک شما دارین، یه نخی که به سوزنه. نخ کوچیک رو هنوز نگه دارین که برای کنترل کارتون. الان گره رو می‌بینید بچه‌ها، وسط کار اومده بیرون. 3 تا منجوق رنگ مرکز کارت به نخ کن، منجوق اولو کاری نداشته باش و سوزنتو از منجوق کناریش داخل کن. در واقع بچه‌ها شما دارین یکی در میون منجوق میزنید. ببینید بچه‌ها به این حالت. خب یعنی نه این منجوقیه که شما نبافتین و این کناریش. دوباره 3 تا دیگه منجوق به نخ کنید. نخم الان از این منجوق اومده بیرون. ببینید بچه‌ها، می‌بینید نخ از این منجوق اومده بیرون، منجوق کناری رو کاری ندارم و سوزنمو از منجوق بعدیش داخل میکنم که بهتون گفتم یکی در میون. خب بچه‌ها همینجوری بافت و ادامه بدین تا دوره کار. خب بچه‌ها به انتهای کار رسیدین، یعنی این قسمت رو الان ببینید نخ من از این قسمت اومده بیرون. ببینید بچه‌ها این نخ منه، میبینید. دوباره 3 تا دیگه منجوق به نخ میکنم. خب گفتیم یکی در میون دیگه، یعنی نخ من این منجوق اومده، این منجوق رو کاری ندارم، این منجوق ببینید دقیقاً این منجوقی که سوزن روش هست و دقت کنید. بعد از اینکه در آوردی از این 2 تا منجوقی که این بالا هستن خارج میکنی. پس چی شد؟ اول از این منجوقی که منجوق سوم در واقع، و بعد نخو میارم پشت کار و سوزنمو از این 2 تایی که این بالا وایستاده خارج میکنم. ببینید بچه‌ها که کار بیاد بالای کار، بالای منجوق ها، سوزن بیاد بالای منجوق ها وایسه. دیگه میتونید این نخ کوچیکه رو بچه‌ها کوتاه کنید که اذیتتون نکنه. خب بچه حالا میخوایم رنگ بعدی رو وارد کنیم. 5 تا قرمز انتخاب کردم. نخم این منجوقی که این بالا وایستاده خارج میکنم. خب بچه ها میبینید اینجا ما منجوق هایی داریم که این بالا وایستاده. حالا سوزنمو میارم از این منجوقی که این بالا وایستاده، از سزلئی بغل سوزنمو خارج میکنم. فقط نخو با انگشت هاتون بچه ها کنترل کنید. ببینید یه همچین شکل گنبدی شکلی به شما میده. فقط حواستون باشه که قشنگ اینو با دستت صف کنی. صف که نه، ببین اینجوری با انگشتات مهر و مومش کنی که این ثبات پیدا کنه. خب دوباره ببین نخم این منجوقی که این بالا وایستاده اومده بیرون. اینجا این 3 تایی که روبروش هست این مثلثی، 5 تا دیگه قرمز به نخ میکنم و سوزنمو از این منجوقی که بالا وایستاده خارج میکنم. میبینید بچه‌ها؟ دیگه بچه‌ها دور تا دور همینجوری بزنید تا به این قسمت برسیم. خب بچه‌ها ما 5 تا رو زدیم. می‌بینید نخم الان از این منجوق این بالا اومده. 5 تا آخر رو که خواستم بزنم، خب ببین این منجوقی که این بالا وایستاده من بس سوزنمو خارج کنم. خب ولی بعد از اینکه من سوزنمو از این منجوقی که این بالا از مثلثی روبرو خارج کردم، باید بیام سوزنمو از زیر از این 2 تا منجوقی که قرمز هست خارج کنم. چرا؟ که نخم بیاد بالای کار وایسته بچه. به این حالت از این 2 تا منجوق قرمزی که این بالا بودم خارج کردم. حالا بعد رنگمون رو بچه ها تغییر بدیم که ما میخوایم نارنجی بزنیم. حالا 5 تا 1 2 3 4 5 تا نارنجی برداریم. ببین نخت این منجوق اومده، این منجوق رو بذار کنار، منجوق بغلیش سوزن رو داخل کن. ببینید به این حالت. بعد ببین نخت الان از این منجوق قرمزه‌ای که این بالا وایستاده اومده بیرون. دومیه نه اولیه. یه مشکی به نخ کن. و ما اینجا الان 3 تا منجوق داریم. میبینی تو این ردیف اولیه رو کاری ندارم، سوزنمو از زیر داخل منجوق دومی که بالا وایستاده میکنم. ببینی؟ ببخشید من از صدای ماشینی عذرخواهی میکنم.
یکی، دوباره 5 تا، 3 4. ببین الان نخت از این قرمز اومده، 5 تا نارنجی، این منجوق و وسط رو کاری ندارم که قرمز، سوزنم و از منجوق کناریش از بالا داخل میکنم. ببینی به این حالت. دوباره یه مشکی برمیدارم. ببین اینجا الان یه ردیف دوتاییه، میبینی سوزنم و از اولیه رو کاری ندارم، از دومیه از پایین، منجوق دومیه قرمز رنگ از پایین داخل میکنم. ببینی به این حالت. دوباره همینجوری ادامه بدین تا انتهای کار. خب بچه ما همه این نارنجی ها رو زدیم، میبینید این ردیف بالا نارنجی. رسیدم به مرحله آخر. نخم میبینی از این قرمز اینجا اومده بیرون. ما گفتیم که میخوایم قرمز رو بزنیم، چیکار میکنیم؟ میخوایم مشکی رو بزنیم، گفتیم با منجوق اول قرمز کاری نداریم، با دومی. پس سوزنمو از زیر از منجوق دوم خارج میکنم، دوم قرمز. ببین نخ من الان از منجوق دوم قرمز که این باشه خارج شده. حالا سوزنمو از این دوتا نارنجی اینجا، الان که نخم این قرمز آمده بیرون که هیچی، میبینید. حالا سوزنمو از زیر از این دوتا نارنجی هم خارج میکنم. ببینید دوتا نارنجی که این بالا وایستاده. حالا خب نخم الان این منجوق نارنجی این بالا اومده بیرون، میبینید. حالا میام چیکار میکنم؟ 5 تا زرد به نخ میکنم. این منجوقی که اینجا کاری ندارم، سوزنمو از بالا از منجوق کناریش داخل میکنم. بچه ها ترکیب رنگش دست خودتونه، میشه این حالتی. حالا یه زرد، یه مشکی، یه زرد، دوباره به نخ کن. ببین گفتیم مثل همون سری قبل اینجا الان میبینی نارنجیه، اینا این زیرم بچه ها قرمزه. ما با این قرمزا کاری نداریم، از اینجا حساب. یه نارنجی این بالاه، سوزنم و از زیر از این منجوق نارنجی دوم خارج میکنم. ببینید دوباره 5 تا زرد به نخ میکنم. نخم ببین این نارنجی بالا اومده، اینو کاری ندارم. سوزنم از بالا از منجوق نارنجی پهلو که میشه دومی سمت چپ خارج میکنم. میشه بچه ها این شکلی. دوباره یه زرد، یه مشکی و یه زرد داخل میکنم داخل سوزنم. اینجا میبینی 2 تا نارنجیه، نارنجی این قرمزا رو دیگه کاری ندارم، اینا مال رج قبل بوده. حالا اینجا 2 تا نارنجی اول رو کاری ندارم، سوزنم از زیر از نارنجی دوم خارج میکنم. فقط مواظب باشین نخ دور سوزن یا کارت نپیچه. بچه همین شکلی ادامه بدین تا انتهای کار. خب بچه ما دور تا دورش رو زرد زدیم. خب حالا میخوام رسیدم به این قسمت اینجا که یه دونه دیگه این زرد مشکی زردا بزن. خب نخم ببین الان از این منجوق اومده بیرون دیگه، درسته؟ برای منجوق روبرو هم اینجا 2 تا نارنجی داشتیم دیگه، منجوق روبرو گل روبرو هم 2 تا نارنجی داره. سوزنمو از نارنجی دوم، ببین نارنجی دوم همون کاری که مال سری قبل میکردم خارج میکنم و بعد از زیر از این 2 تا زردم میارم بیرون. یعنی نخ من الان این 2 تا زرد اومده بیرون. خب بچه حالا میتونم رنگم رو عوض کنم که من یه ذره این زردم تیره تره. خب نخم این منجوق این بالا اومده، این منجوق رو کاری ندارم، سوزنم رو از منجوق کناریش داخل میکنم. خب این تا اینجای کار. دوباره 3 تا دیگه از همین زرد به نخ میکنم و سوزنم رو از این مشکی وسط خارج میکنم. ببینید دوباره 3 تا دیگه زرد به نخ میکنم، سوزنم رو ببین اینجا 2 تا زرده، میبینی اینجا 2 تا زرده. سوزنم رو از زرد دوم خارج میکنم. ببینید به این حالت. دوباره
5 تا دیگه زرد میزنم، 4 و 5 تا. 5 تا دیگه زرد. نخم این منجوق اومده، میبینی این منجوقو کاری ندارم و سوزنم از بالا از منجوق کناریش داخل میکنم. ببینید دوباره 3 تا دیگه زرد و همون شکلی که گفتم سوزنمو داخل این منجوق مشکی داخل میکنم. دوباره 3 تا دیگه زرد و سوزنمو ببین از اینجا میبینید 2 تا زرد وایساده. سوزنمو از زیر از این منجوق زرد خارج میکنم. ببینید به این حالت همینجوری ادامه بدین. خب بچه من همه زردا رو زدم. ببینید حالا رسیدم به این قسمت انتهایی که میخوام این دالبرای زرد اینجا بزنم. خب میام چیکار میکنم؟ سوزنم رو قرار شد این دوم زرد بیارم بیرون دیگه، زردی که اون اول زدم. حالا مال شما هر رنگی. این زرد اولم دومیش میارم بیرون، اولین رنگ. و بعد که این کارو کردم حالا میام چیکار میکنم؟ سوزنمو این دوتایی که اینجا وایستاده خارج میکنم. ببینید الان نخ من این دوتا منجوق زرد اومده بیرون. خب بچه ها ببینید من الان نخم این منجوق اومده ساده بدون هیچ منجوقی، از دوتای کناری هم رد میکنم. یعنی سوزن من بیاد این کنار، ببینید بیاد این ستار رد بشه. 3 تا منجوق زرد به نخ میکنم از همون رنگ زمین خودش. خب و سوزنمو از ببین اینجا یه ستایی بود دیگه، ببین اینجا یه ستایی هست پایین کار. تصویر قشنگ دقت کن که الان رج قبل اون ستای زرد رو اضافه کردیم. سوزنمو از منجوق وسط زرد وسط رد میکنم. میبینی که یه حالت اینجوری هلال بشه سر کارم. باز هیچی به نخ نمیکنم، منجوق خالی رو سوزن خالی رو داخل این منجوق و از این ستایایی که این پایین زدم از وسط رد میکنم. نخو میکشم. حالا خب بچه ها دقت کنید الان نخ من الان از این منجوق وسط زرد اومده بیرون. میبینی 3 تا منجوق زرد به نخ میکنم. اینجا ببین 2 تا زرد این بالا وایستاده. سوزنمو از زیر از منجوق دوم میارم بیرون. ببین به این حالت. دوباره نخم سوزنم بدون اینکه منجوقی توش باشه از این 2 تای پهلو رد میکنم. خب دوباره 3 تا منجوق زرد به نخ میکنم. 3 تا منجوق زرد به نخ کردم. ببین اینجا 3 تا منجوق سوزنمو از زیر این منجوق دوم میارم بیرون. ببین به این حالت دیگه. دوباره بدون سوزنم بدون اینکه منجوقی توش باشه اینجا میبینی یه ردیف ستایی بود دیگه، درسته؟ اینجا ببین حالا سوزنمو از زیر یعنی داخل منجوق وسط میکنم. به این حالت دوباره 3 تا دیگه منجوق زرد به نخ میکنم. اینجا میبینی 2 تا منجوق سوزنمو از زیر از منجوق دوم میارم بیرون. ببینید بچه ها به این حالت. اینجا میبینی نخم این منجوق اومده، اینجا 2 تا منجوق سوزنمو بدون اینکه منجوقی داخلش باشه از این 2 تا میارم بیرون. دوباره 3 تا دیگه منجوق و همینجوری ببافین تا انتها. بچه ببینید دور تا دور کار قشنگ همینجوری دالبر میشه. حالا دوباره اینجا که زدم اینجا که رسیدم 3 تا منجوق به نخ میکنم، یعنی مرحله آخر. میبینی یه حالت نامتقارنه، اینجا همه برگا پله ولی اینجا خالیه. 3 تا منجوق و سوزنمو ببین اینجا 2 تا منجوق بود دیگه، ببین اینجا 2 تا منجوق از زیر از منجوق دوم زرد بالا خارج میکن. ببینید بچه ها چقدر گل خوشگلی شد، من که خیلی دوستش داشتم.
حالا اینو تو میتونی به عنوان چیز استفاده کنی، توی گل سر میتونی استفاده کنی و برای حالا دستبندی، پابندی و اینا هم میتونی استفاده کنی بچه. امیدوارم که دوستش داشته باشین. خدا نگهدار.